امروز قراره بریم با یه آموزش خفن و گاد. سلام، چطوری بچه ها؟ من امیر XRA هستم و امروز قراره بریم با آموزش کاور گذاشتن روی ویدیوها، اونم تو یوتیوب، که من تازه از برنامه آپارات در اومدم به برنامه یوتیوب و قرار از این به بعد در یوتیوب ویدیو خواهیم گذاشت و دیگه همچنین سابسکرایب و لایک حتما فراموش نشه و ما تازه این کانال رو شروع کردیم و لطفاً ممنون میشیم که کانالمون رو سابسکرایب کنید، این زنگوله بغلش رو بزنید که ویدیو هامون به همه جا پخش بشه و فالوور هامون رو برسیم به 1K. و حتما این مهمترین چیزی که قرار بهتون بگم، باید حتما شمارتون رو به اون برنامه که میخوای به کاوراتون به اون یوتیوب بذارید رو حتما باید شمارتون رو بدید و حتما با فیلترش کم برید و همچین دیگه چیزای دیگه. ممنون شدم که دوباره همون بگیم دیگه. بزن بریم با آموزش. اول شما به برنامه استودیو، همون UT استودیو همون نیاز داری، با علاوه برنامه اینشات. بچه ها حتما اینو بهتون بگم که اگه میخواد کاورتون رو درست کنید باید با برنامه اینشات کار بکنید و اگه میخواید چطور بگم، اگه میخواد کاورتون رو بذارید حتما با برنامه استودیو وارد بشی و اینو باید بهتون اختیار بدم که شما باید با وقتی همون کاورتون رو ساختین تموم شد باید با فیلترشکن وارد یوتی استودیو بشوید. اگه با فیلترشکن وارد نشید نمیاره واسهتون، صفحه رو باز نمیکنه واسهتون و ما وارد برنامه استودیو میشویم و میبینید که دوتا ویدیو گذاشتم، یکی این که یه فیلم کوتاه بود، یکیشم این. و من وقتی این ویدیو رو براتون گذاشتم خیلی ویدیو خوبی بود و مثلا این ویدیو من یه ویدیو خاصه، اگه مثلا روش بزنی و این کنار گوشه رو این مداد رو بزنید مثلا این الان مثلا من قبلا چون کاورش رو گذاشتم دیگه این صفحه رو برای من نمیاره و اگه شما این یه ویدیو جدید گذاشتین روش رو زدین اون گوشه مداده رو زدین حتما این کاور یه 4 تا عکس با واسهتون میاره، اون کنار زده افزودن عکس، حتما اون رو بزنید، میتونید اون کاور مورد نظر رو حتما انتخاب کنید. و بچه ها این از ویدیو امروز ما بود. حتما خوشحال میشم برای کانالمون رو سابسکرایب کنید، لایک و زنگوله رو حتما هم بزنید و اون پایین یه دونه یه مستطیل شکل قرمز رنگه که روش نوشته مشترک شدن و واسه انگلیسی هم نوشته سابسکرایب، حتما اون رو فشار بدید تا به رنگ توسی رنگ در بیاد و تا ویدیوهای دیگر بدرود.